میدونی فکر میکردم سخت‌ترین قسمت این چالش شروع کردنش باشه، ولی کاملا اشتباه فکر میکردم. سخت‌ترین قسمت چالش تا الان برای من این بوده که توی هر شرایطی بخوام ادامه بدم و زمانی که هیچی طبق برنامه خودم پیش نمیره بتونم چند درصد از اون کارهایی که باید انجام میدادم و انجام بدم. امروز روز 14 چالشه و قبل از اینکه بریم ادامه چالش و پارت‌های بعدی رو بذارم یه چیز کوچیک باید این وسط اضافه کنم. توی این 2 هفته خیلی اتفاق افتاد، جوری که بعضی روزا حتی نمیتونستم گوشی رو بلند کنم و موقعیت‌های خوب رو با شما به اشتراک بذارم. اولش گفتم شکست خوردم، باید چالش رو ببندم یا حداقل از اول شروع کنم، ولی بعد یه نکته اومد توی ذهنم. این چالش برای این نیست که بهتون نشون بدم که زندگی من پرفکته، همیشه به کارام میرسم و از اینجور چیزا. نه، این چالش برای اینه که بهتون بگم توی سخت‌ترین شرایطم چطوری تونستم خودم رو روی روال بندازم و حداقل کاری که میتونستم برای اون روزم انجام بدم تا روزم رو نجات بدم انجام بدم. 14 روز ثبت نشده، ولی خب من اینجا. یادتون باشه رویاهاتون منتظر شجاعتتونن، نه بهونه‌تون. پس حتی اگه چند قدم عقب افتادین فقط ادامه